گل اومد بهار اومد میرم به سر به 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 باد آمد و بوی عنبر آورد. بابای عزیز، بابای گل گلا، قربانت من برم مهران جان. عید شما مبارک، عید شما مبارک. باریکلا مهران، ماشاءالله ماشاءالله چه قدی کشیدی، ماشاءالله بزرگ شدی. بیا اینجا که یک ماچی ازت من بکنم بابا. قربانت دستت بنداز، دستت بنداز خجالت بکش. والا آدم میمونه دست این جوونه این روزگار. بابا ما جلوی بابامون پامونم دراز نمی‌کردیم و دستت این اردشیر دراز کردی که چه؟ عجب داستانیه. حالا شما خوبه بابا جان؟ من شما دکتری؟ نه من شما دکتری؟ بابا مینیمم تو که انقدر انتظار بابا دوستید میشه، مینیمم انتظار بابا این بود که عکس بنده رو تو صفحه فیسبوکت اد می‌کردی تا این بینندگان محترم بنده برنامه شما بفهمن که با چه شخصیت شخیصی طرف هستند. فیسبوک؟ من فیسبوکم کجا بود بابا؟ چی؟ فیسبوک هم نداری؟ نه والا فیسبوک بیل که نمیزنی، فیسبوک هم نداری. یا بفرما تو غار هستی؟ اختیار داری بابا جان، اختیار داری. بابا حالا چی شده امسال یاد فیسبوک و این صحبت ها افتادی؟ تو تا پارسال همه راجع به چغندر و تره و تربچه صحبت میکردی. هر اینه گفتی بخندیم یا که سینه بزنیم؟ مثل که حواست نیست با چه شخصیت شخیص من میتارم میتت طرف هستی تو اینجا. بابا مثل که همین بابا که جلوت نشسته 4 تا دیکتاتوری رو تو کل منطقه سرنگون کرده آماده اینجا نشسته جلوت. جدی میگی؟ بابا خوشم میاد واقعا زرنگی ها. حالا که الان دیدی بادای تغییر شروع کرده به وزیدن تو منطقه، کمباین رو انداختی درو میکنی دیگه. چی شد؟ بابا تو ایشالا گوله روسی نخوری ته آخه. چرا اینقدر خونده میان دل من میکنی؟ بابا مثل که حواست نیست از قاهره تا بنغازی هزار نفر دلاشان بند گاواهن بابانه. اسم بابا که میاد دیکتاتورها همینجوری دلشان ملرزه دلنگونه. وقتی اسم خودت گوشی مهران حالا چه ربطی داره؟ بابا جان آقا من کجا بدونم؟ اگه کلت یه خورده این تلویزیون بکشی بیرون تو گوگل یه سرچ بزنی بابا برات 1000 تا ریزالت میده. 1000 تا. منظورت ریزالته؟ حالا هرچی که هستنه بابا اسکه بابا شده خراک بلوتوس منظورته؟ آره همون دیگه. واقعا درود. من واقعا به وجود شما افتخار میکنم. خیلی مخلصیم بابا. باش فست دعوت شه، باش اموراتت به چرخه. جوانی حواست نیست مثل که با کی خبر داری. خب شما خوبه؟ شما برند مهران. کیه؟ من که اینجا نشستم پس اونجا چیکار میکنم؟ من کی اومدم خودم خبر نداشتم. آقا یکی به ما بگه داستان چیه؟ ای مهران جان نکنه داری به ما حقوق سینمایی میزنی و نکنه تو کامپیوتر ما رو 2 تا تستوری کردی یک شومر یک شیمره. ای بابا کامپیوترم کجا بود؟ آقا شما کی هستین؟ من کدوی میواد هستم. نخه تربچه چغازنبیل هستم. مرد حسابی 30 ساله داری از کارت ما سبزی میخوری بعد میگی من کی هستم؟ خب معلومه دیگه بابا هستم. آقای محترم این چه کاری بود با ما کردی؟ خودتو به عنوان بابا ما غالب کردی، گفتی 4 تا دیکتاتور رو سرنگون کردم. حالا بابا نیستی بگو نیستم دیگه. چی شد؟ فنیرک نخورده برای من تربچه شدی شرقم بازی واسه من در نیارو. اگه چشات تا به تا میبینن بگو این کارت هویج به نامت بکنم چشات یه خورده سو بایره. پیرمرد از اون موی سفیدت خجالت نمیکشی آمدی جوون مردم داری اذیت میکنی؟ ته قاقا هم نیستی چه برسه واوا. چی شد؟ این با من بود؟ نه با منه؟ معلوم نیست از زیر کدوم بوته به عمل اومدی اینجا برای من ترور شخصیت میکنی. همچی با پشت بید میام میون سرت که افوش کلت طالبی در یادا. و چه جرمی چه گناهی ته منو سوزوندی و بیل دمین سرم کوبوندی. بابا عجب بدبختی گیر کردیم و شب عیدی بدبختی کم بود این دوتا هم اضافه شد. هیچ کدومتونم که مردونگی نمیکنه یکی کوتاه بیاد به نفع اون یکی. ما نفهمیم بابای اصلی کیه خلاصه. مهران جان باشه ببخشید شب عیدی کارت برنامه‌ت شخ زدیم اینجوری دوغان موقان کردیم. باش خیالی نیست من دیگه کوتاه میام. من دیگه باباشو نیستم اون دیگه بابا. به خدا اگه با ساتور اینجا قرمه سبزی من بکنی من دیگه بابا بشو نیستم. بابا تویی آقا تویی پیدان ناپیدا تنی. مرد حسابی چرا اینقدر یه بیل بازی در میاری؟ میگم ته بابایی. خب ته بابایی دیگه. صداتو بیار پایین. همچین بابایی آش دهنسوزی نیستش که همچین من کشته مردش باشم. بابایی پیشکش خودتو صفای دل آقا مهران. بابایی تو رو کن بینم.
پای این بدبخت رو وسط نکش. تراکتور رو روشن میکنم، کل این سنه رو میزنم لولا ورده میکنم. نخواستیم اصلا، ولش کن آقا. نمیدونم تو براتون بریم تو من کار. بابا کجا داری میری؟ عجب داستانی ها، نخواستیم برین شما بابا. شما دوتا اینجا میمونید، اونی که باید بره منم. ما رفتیم. بابا مرا جا بیا بابا، بیا بشین. بشین. ام نداره، بشین بابا بشین. مهران جان چرا یهویی عصبانی میشی؟ مهران شما در مقابل دوربین مخفی هستی. بخن بابا، دست کن دوربین مخفی هستی. آره دیگه بابا، شما در مقابل دوربین مخفی هستی. شما رو غافلگیر کردیم در برنامه باورش قربات من بره تو حالا بابا، حالا غیر از داستان دوربین مخفی، آخه شما چجوری دوتا شدین؟ چجوری دوتا شدین نداره که بابا تو منطقه خاورمیانه هزار تا بیشتر از اون هزار اولیه که گفتم. آره قربان تو من بره. بابا رو دست کم گرفتی ها. همه باباهای منطقه در پیش. بیاین بالا ها، از در دیوار بریزیم پای سقف. بیا بالا کلا بیا. بریم. سلام علیکم. نگاه همه ترقه بابا چجوری تکثیر شده؟ همه رک کشیده قلب برکت میده. بعد عجب بابا بازاری شد. این ببینید تراکتور داره. همیشه زمینا رو کارت من ماشاءالله. بابا حالا این همه بابا چی واسه ما هدیه آوردیم؟ والا گفتی نه ایدی. شما بیاین بالا، شما همه بیاین بالا. بفرمایید. ما کار خودمون. والا عرض گفتی ایدی. من حقیقتش ما یه گروه موزیک تشکیل دادیم، اسمش هم گذاشتیم واواز. وابسته نه واواز. یعنی باباها. آره باباها. عرضم که دو تا پسرم دارم، اصفهانی و شیرازی نه. آره با اینا ما تصمیم گرفتیم که یک موزیک بخونیم، بعد توش مقام عظما هست، همچین با فاویل زدیم ترپکشش کردیم. آره که بعدش هم که دیگه این آهنگم تقدیم میکنیم به همه باباهای اصفهانی و شیرازی و برنامه شما. مرسی. اگه شما آماده باشی بله برو که بریم تشویقشون کنین.